سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به اولین ویدیو از چنل من. توی این ویدیو و توی این چنل از این به بعد قراره کلی از مودهای پابجی، مودهای واو یا آپدیت جدیدی که قراره بیاد رو با هم امتحان کنیم و از این آپدیت جدید پابجی لذت ببریم. هدف اول من 50 تا سابسکرایب رسیدنه و وقتی که به 50 تا ساب برسم بین اونایی که سابم کردن یک نفر رو انتخاب میکنم و به اون 360 تا یو سی میدم. پس اگر شما هم دوست دارین برنده اون 360 تا بشین، همین الان میتونین سابسکرایب کنین و از جوایز 50 تا ساب لذت ببرین دیگه. برو بریم سراغ ویدیو. خب بچه برای اولین مپی که میخوام پیشنهاد کنم، اون خیلیاتون بازی کنین، این مپه واقعا به جرئت یکی از بهترین مپایی که بازی کردن. دو تا اسکوادین، منطقهش تو اصل ارنگل یادم رفت کجا بود. حالا اینجا میرین و بازی میکنین، یک عالمه مثلا شاپ داره و تمام گانا و هر چی هم که بخواید میتونین بخرین. خدای مپ قفنیه. قبل اینکه بریم تو بازی اکانت من نشون بدم. اکانتم خیلی چیز خاصی نداره، یعنی کلا همین حده، چیز عجیب غریبی نیست و خلاصش که همینه. گانا حالا میام اینجا بهتون شون ماشین اون پشتم دیدین دیگه، اینا نمیخواد دیگه نشون بدم. اینا بر آر پیه بچه‌ها که خیلی کاری بهشون ندارم. این گروزا و وکتور ایناش میبینی همش کیل مسیج بود، اینو این. بعد این دو تا رو کیل نشدم. اینو خیلی دلم میخواد کیل کنم. این فقط یه 5 تا مات دیگه میخوام. یوزی این دوتاش کیل مسیجه. اینو نتونستم کیل مسیج کنم، دوستش هم ندارم خیلی. یک فسیل کیله. تامسون ام 24 هم متاسفانه بیسیک فرم و یه دونه کلا فور جوکر. این مفرم با هم تست کنیم ببینیم که دنیا دسته که خدای مپ قفنیه. حالا الان تست میکنیم با هم میبینیم که چی. خب بچه ببینید الان ما یه اسکوادیم اینور. اینا اسکواد واسه که منو میبینی؟ نه قضاوت نمیکنه. داره میبینی اینا با منن. یه اسکواد دیگه اونوره. دقیقاً یه اسکواد دیگه اونوره که وای باریکالله بهترین مدل بازی رو الان تو کردی اینجا. یکی این داداشم، یکی این بک بود منتظر اینه. داش اوهو چه غلط هایی شده. نه دیگه جون داداش نمیر دیگه تو خداییش. دهنه تو سرویس نکن دیگه. نکن جون مادرت نکن ازیاد. بیا این ور شل مغز رو نگاه کن. این الان راش بدن دقیقا موضوع همین بود. اینو راش بدن من چه خب دوستان من کار دیگه نمیتونم بکنم. وای یه ریدم بدم ریدم. وای چقدر بد ریدم. بله دوستان اینجا میبینین که پینگ چقدر خفنه. وایسادی هیچ نیست یوهو ناک میشه. این خیلی واقعا تو که مردی. بریم بر دست بعد به نظرم، چون از این دست چیز در نمیاد دیگه. داشت دمت گرم باشالله. الان میان میزننت. چی نامرده با دی پی اس هم اومدن. نه ما برمیگردیم به بازی. گفتم یارا میذاره چیزم منم که ماشاءالله پینگم فوق العاده بود این دست. نه بچه این دست جبرانه ها. ریدی نجی ای بابا برده. میخوای راش بدی تک به 75 نفر میخوای راش بدی یارو. اصلا نمیدونم چجور بازی شروع نشده ناک میشین. دقیقا همینو میگم. خب نرو تو که نمیتونی چرا بلند میشی میدون جلو؟ من نمیفهمم اینو. یا بیناموس چرا نمیافته یارو؟ نمیدونم چیو زدم خیلی مرد یارو هرچی بود. پت کردی بی ناموس. آه یاجی 53 نفر راش. فکر کنم برای دست بعد آماده شم. شری لیدی نزن تو جون مادرت من نزن. چه دلغک داشه دقیقه بایستا. من نید میخوام. برو دیگه اون چون مرد که. وای
وای من ریدم تو این پینگ. وای فکر کنم باید بریم شماره 3. دو نفرن اینا نه؟ حاجی بابا تو رو قرآن نکن این کارو حداقل. ای بابا عجب پینگ مزخرفی شده. تو هم که مردی. این دست که میتونستیم ببریم داریم اینو. وای حاجی 3 این یکی ریدین دیگه همتون. نداره دیگه. چرا پینگم اینطوری شد؟ نه الان 96 بعد الان 96 انمی که یه میشه 53 من نه چیز 200. وای جی بیدم روش جینو دوباره میخوان راش بدن. اوهی اش بی خیالم تو رو برم بکنین اما آجی من یه دونه تیرم هم نخورده به یارو. مگه میشه؟ آجی اصلا اعصابم خورد داره میشه واقعا. نمیخوام 3 دست به اینو ببازم. داشت من جلو رو میگیرم نتونی بیاد تو. وای خیلی شلوغ. همشون راش دادن. چون مادرت منو نزن. تا مردی داد. من نمیفهمم اصلا این چی منطقیه. نگاه کن این ولی اصلا واقعا خورد شده. یعنی نمیدونم چه اینجوری شده. احساس می‌کنم همین الان میخوام ویدیو رو قطع کنم و دیگه ادامه ندم به کار. آ جون مادرت تو این دقیقه وایس من ذره فکر کنم و ببینم که چی شد که اینطوری شد. خودش داری میبینی و میزنی. ای حاجی من امروز اصلا نمیدونم چه مرگشه. حاجی تو داری میمنی بگیری؟ دمت کم فقط یه من بمیرم. دمت کم حاجی فقط راش داد یارو. میدونی که منو زودتر باید بگیری فکر کنم. یارو راش داد میگیری مرسی. میخوای بزنیش؟ پشمام نمیری شماره سه به قرآن همه امید حاجی یارو AMR شد. یعنی انقدر خفن بود. منو بگیر داشت. منو الان میتونی بگیری وقتشه. اینو بزنی که هاچی این تاها رو میخوام بگیرم. وای هاچی پینگم دوباره رید. باری که من جون مادرت منو بگی من از اون بهتره بازیم. حاجی تو که همه رو زدی. منو بگیر. منو بگیر. اونو بگیری دلغش ترین آدمی هستی که میتونی رو زمین پیدا کنی. من پینگم بدتره من. اینا نمیذارم بریم بیرون الان. وای اون زونه داره میاد نه. وای اون زونه داره میاد. برو دلغش بابا. ایشالا یکیتون هم دیسکانکت بوده. آجی حلاله تو چجوری اینا رو زدی؟ این بنده خدا رو هم یکی بگیره. خب الان میمیره. این گناه داره. اینم شاید بخواد به زندگی ادامه بده. بی خود بخواد ادامه بده. بریم. آجی یه چرخش پنچره. یارو دلغشتون کو که نیومد بودونه. آخه دیسیه. بزنش داشته 4 تا رو بزن. تو واقعا پشمام. مرسی دمت گرم واقعا. همین که یارشون دیسکانکت بوده همشون مردن. میتونه این باشه که یه نفرشون بره حداقل بازی. شماره 3 سولو سوات کرد. پشمام. فکر کنم یارو اصلا بلد.
اول دست گفتیم چش نزنیم، الان خوب میشه بازیشون. کی مرد؟ شماره 3 مرد؟ وای نه خدا رو شکر. من اصلا واقعا از این بازی لفت بدم. لفت برو گم شو. مردیم نه؟ پاری کله شماره 3 با اقتدار هنوز زنده است. نمیدونم بیم اول فضله چون نمیره. نیت کرد. وای 4 اینم ببریم دیگه فرقی نداره باختی بچه. ولی خدایی مودش باحاله. حالا منو نبینی دارم اینجوری بازی میکنم. خدایی مودش باحاله. من گن زدم این دست قبول، ولی مودش خفنه. خودش حال میده بازی کردن. چی من یه دونه رو میخوام تو ماشین دبل کنم ولی نمیتونم. اسکوبش رو میکشه زرت. این فیل جنگیه که میبینم یارو رو گرفت. ای به قرآن اصلا یکی دیگه داره بازی میکنه. یارو رو دیدی از اینجا اومد بیرون. بیا داشت بیا حتما میگیرم تو حتما. بد کردی ها. راش نده. راش بدیم خودم ماشین کیو بزنم خداییش. سیس بگیرم بزنم. نه کیو میخوای بزنی؟ الان من بشین پاشو کنم. بیا بزن ببین میتونی بزن دیگه. بیا چی شماره 3 حالا اوکی. یکی 2 نفر رو دادی راش نده خودش. برو یکیشو نمیجه. منم الان میام همین وسط رو میخوام. او شماره 4 هم بخواد بردی هیچی دمتون گرم. خدایی من میخوام یکیشون رو هیدبل کنم. اینو مادرت همشون رو نزنی. اینو بگیرم رسیدم بدون. آجی این چرا ماشین پیاده نی؟ تو سم میتود ضرر داری برای این مملکت اصلا. فقط اومدم تو رو فینیش بدم تا بقیه کاری ندارم. وای پینگم آجی. چون مادرت یه بارم که شده یاری کن. داشت یه دقیقه بایستی. دو قدرت برو باشه آناناس ها حتما. بابا اینجا بهتر. بابا نوکرتم اصلا نیست رو دست من. باختیم ولی حلال زدم ولی اشکال نداره. اولم میشد زده شو. خب بچه اینم بود از این ویدیو. اینم مودی که بذار کدش هم بهتون نشون بدم که اگر خواستین داشته باشین. کدش میذارم تو دیسکریپشن میذارم کدشو براتون. اینجا هم هست حالا میتونین اسکرین شات بگیرین ولی براتون میذارم. خدای مود خفنیه. اگر خواستی میتونین بازی کنین. درخواستم اگه خواستی میتونین بهم بدین که حالا من آیدی من میدم. درخواستم خواستی میتونین بهم بدین که با هم بازی کنیم. فعلا تا ویدیو بعدی پیس.